جناب پیغمبر در قد کوچه برآمد، دید که یک پیرزن خیلی سال رفته، قامت چنگ زده، یک عصای در دست داره، در دستش یک خلطه گندم برداشتش نمیتونه پوش کنه، در زمین کشان کشان میبرش. نو دعوت پیغمبر، ابتدای پیغمبر شاید 1 سال گذشته است یا نگذشته. جناب پیغمبر آمد، دید پیرزن سال رفته، خیلی یعنی مشقت و زمینی و قینی خلطش در زمین کشان کشان میبره. نزدش آمد، ای مادر گفت بیا بار تا به منزلت ببرم، بیا یاردمت کنم. او دور زمان ده چنین احترام کلانسالها نبود، مردم عقل گم کرده بودن، حیا صفت گشته بودن. یگان کس پدر و مادر احترام نمیکرد، یگان کس کلانسالها را احترام نمیکرد، یاردم کنی نبود. مادر گفت بیا این باری تره یعنی به منزل تبو برام. این مادر به حیرت افتاد، تعجبش زد، میبینه یک جوانی که رحمدل مهربان، میگه بیا با من تو را یاردمت کنم، دستگیریت کنم. این زن به حیرت افتاد، مرحمت گفت فرزندم بیا من یاردم کن. جناب پیغمبر خلطش پوش کرد، همراهی این زن صحبت کرده تا پسی در زن رفتن. زن پیرانسال وقتی در پسی درش رسیدن گفت فرزندم بس دیجا بگذار خلطه من، دوامش خودم میبرم. جناب پیغمبر گفت نه مادر، این خیلی وزوین است. گفت جای انجام خونه در جایی که در جای همون آردا و گندمات بگذارمش. میگه این زن نشان داد، جناب پیغمبر گذاشت. زن گفت فرزندم، گفت تو خیلی جوانی رحمدل بودی، جوانی دیرسوز بودی. در دور زمانی ما چنین جوان وجود نداره، یک معجزه هست. تو اینقدر دین مهربان و دین صاف داری، من ترا همچون مادر بر این یک نصیحت مادروارت میکنم، نصیحتی من گوش کن. این زن نشناخته جناب پیغمبر کی است، نصیحتی من گفت فرزندم گوش کن. گفت چی میگوی مادر؟ بفرما. گفت در مکه به نام محمد گفتنی شخصیت برآمده دعوای پیغمبری داد، وی دیوانه هست، وی جادوگر است، وی دروغگو است. یکی در دامی همونه افتی فریبت کنه دین بابی و اجداد ترک کنی، در دین همون بود رای. تی قدر دینی به رحم داری، دینی مهربان داری، یکی در دامی همون افتی که طرف فریبت کنه از دین بابی و اجداد بگردانه مسلمانت کنه. جناب پیغمبر میگه کمی میلی تبسم کردن، دهان مبارک قپیدن. مادر امو محمد من هستم صلی الله علیه وسلم، امو محمد من هستم. امو محمد میگوی دیوانه های، جادوگر های، امو محمد میگوی دروغگو های، امو من هستم. گفت همو یک دعوای پیغمبری داره، من هستم. مادر وقتی میگه چیزا شنید، در اصل یقین کرد که این یعنی اخلاق نبوت و رسالت است، عنیق کرد که این شخصیت رحمتا للعالمین است و فرستاده شده الله رب العالمین است. زن میگه دیگر بیست و بیست خچه خبیده نتوانست. و اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، شهادت میتونم که غیر از خدا دیگر خدای وجود نداره و تو پیغمبری خدا هستی. غیر پیغمبر دیگر کس نمیتوانه که اخلاق داشته باشه. این اخلاقی تو اخلاقی ملکوتی هست، اخلاق آسمانی هست. ذات تو را تربیت کرده است که در اصل مربی واقعی و حقیقی است. وقتی که اخلاق جناب پیغمبر را دید، دشمن است. در ابتدا تحقیر میکنه، بد میگویه، جادوگر میگویه، دروغگو میگویه، دیوانه میگویه. اما وقتی که اخلاقش میبینه، تسلیمه که جانش فدا کنه، راضی هست که همه یعنی هستی و دارندگیش فدا کنه. برای چی برادران عزیز ما اخلاق محمدی نداریم؟ برای چی که ما رنگ سر صورت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم نداریم؟ وقتی که مکه مکرمه را فتح کرد، اون مالهایی که از مکه غنیمت گرفت، برادران عزیز معامله را ببینه که چی نوع باید معامله داشته باشه انسانیت. وقتی مالهایی که غنیمت گرفته بود دوباره گردان به اهل مکه را تقسیم کرد برای دلبرداری. اونها دلش شکستند،
یعنی وقتی که مکه را فتح کرد و سردارهای مکه آمدن خودشون را تسلیم کردن. جناب پیغمبر گفت ما تظنون عنی فاعل بکم. گفت چی گمان داری؟ من باید چیکار کنم؟ در قصد کشتنم بوده، از وطن به وطنم کرده، عزیزام کشته، در حق خونم تشنه بوده، این لحظه در اختیار من باید چیکار کنم شما را؟ میگه یک جمله جواب گفتن قالوا اخ کریم و ابن اخی کریم. ما گمان داریم که تو برادری بخشنده و پسر برادری بخشنده ای. از تو بوی بدی نمی آید، از تو بوی خون نمی آید، از تو بوی کس گرفتن انتقام نمی آید. تو رحمتا للعالمین هستی. تو بوی مشک و عنبر داری، تو بوی معطر داری، بوی داری که هر جایی که رفتی جرا معطر گرداندی. جناب پیغمبر چی جواب گفت؟ میکشم شما را؟ قسم میگیرم؟ حقی خون حمزه را میگردانم؟ هرگز. گفت اذهبوا و انتم طلقا. برای محمد آزاد هستی. یگان کس امروز شما را آزار نمیدی، یگان کس شما را امروز قصد نمیگیره. این صورت اگر شخصیت در اونجا حاضر بود از اهل یثریب و مدینه، وقتی دید که پیغمبر بزرگان این مالی حلالی غنیمت دوباره و دشمن تقسیم داره، البته از شخصیت خطا کرد. گفت که این مال حلالیه که ما با محنت و عذاب از خود کردیم، جناب پیغمبر دوباره در دشمناش تقسیم کرد. اهل مکه را به سبب دوباره مالهاشون ندادن، دلبرداریشو کرد، شکست خورده بودن. وقتی چنین گفت ما این مال حلالی ما را جناب پیغمبر دوباره و دشمن تقسیم کرد. این سخن در پیغمبر بزرگوار رسید. شخصیت یمن گفت یا رسول الله اهل یثریب شخصیتی از انصاری ها ناراضی هست، خفه هست، مال حلالی ما را دشمن تقسیم کرد، دعوا داره. جناب پیغمبر میگه در حال خطبه تشکیل کرد، تمام اهل انصار و مهاجر دعوت کرد. گویا معشر الانصار و ای انصاری ها، ای مدینگی ها، ما مقالتون بلغنی عنکم. و چی مقاله است که از شما به من رسیده است؟ البته اونها گفتن ما دایم جناب پیغمبر خدمتش میکنیم، در قدش شختیم، همراهیش هستیم، در وطن جاش دادیم. و چی مقاله است که از شما به من رسیده است؟ پیغمبر یادم کردیم، همراهیش، دستگیریش کردیم. چی سخن است؟ الا ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وانتم ترجعون برسول الله. و شما راضی نمیشه که مردم مکه گاو و گوسفند بگیرن و شما پیغمبر بزرگوار همراهیت به وطنتون ببرید؟ مال میخواهی؟ دنیا میخواهی؟ گاو و گوسفند میخواهی؟ آیا برادر عزیز خودت قیمت بگذار، گاو و گوسفند ارزش بالای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. دنیا ارزشش بالا یا حبیب الله رب العالمین. در اصل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ارزشش بالاتر، رحمتا للعالمین است، خیر البشر است، حبیب الله است. یک اهل مدینه خیلی غمگین و ناراحت شدن، گریان شدن، شرم‌آلود شدن از سخنی گفتگی ناجاشون. مردمی عرب مثل حاجی داملای مبارکه، حاجی فرهاد برین در سرهاشون ردا دارن، از شرم و حیا رو میگه رومالهاشون رو پیش کشیدن، روها رو بار کردن، نتونستن که دیگر چهره جناب پیغمبر رو دوباره تماشا کنن، پیش کشیدن. جناب پیغمبر دوباره رسولش فریاد کرد، او یا معشر الانصار، و ای انصاری ها، گفت لو سلک الناس شعبا و سلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار. و اگر همه مردم دنیا در یک راه بروند، مردم مدینه در یک راه بروند، من همراه اهل مدینه میروم. مدینگی ها میگه دوباره ابتدا سرزنش شو کرد، بعد از سرزنش دوباره دلبرداری شو کرد. آواز گریهشون بلند شد، جمعیت یک جای گریه میکردن، رومال ها را پیش کشیدن، آبهای دیده میریخت، گریه میکردن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن یا معشر الانصار المحیا محیاکم والممات مماتکم.
و ای انصاری ها، زندگانی من زندگی من همراهی شما در وطن شما هست و مرگ و مردن من هم همراهی شما در وطن شما هست. دیگر طاقت نکردن، دل طاقتی شنیدن نداره. کفا یا رسول الله، بس من است. از این زیاد طاقتی شنیدن نداریم. بس از دیگر زیاد نگو برای ما. یعنی که این اخلاق بود در رسول اکرم. چقدر خوش معامله، خوش مناسبت. وقتی هر شخصیتی میدید در آغوش جناب پیغمبر خچه می انداخت و هرگز جدا نمیشه، هرگز خچه نمیکرد.